سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از خواهرا سوال کردن که شوهر ما مریض است، کملیک ما باطل شده، محکمه ما استناف ما ختم شده و بعد از این برویم به گوچ اداره، گوچ اداره سیگورته شوهر ما را باز میکنه یا نمیکنه، یا است که کملیک ما را تاریخش تمدید میکنه نمیکنه. 2 روز بعد کملیک ما را تاریخش ختم میشه و گفته. در رابطه با سوال خواهر گرامی ما باید چنین جواب بدم که همشهر محترم شما اگر محکمه استئنافتان به پایان رسیده باشه، وقتی که بروین کملیکتان را باز بکنیم بگوین، و یا است که سیگورته باز بکنیم بگوین که در اواخر قراره که من میفهمم سیگورته های همه مردم را بسته کردن به جز از اطفال. سیگورته های اطفال باز است و سیگورته های دیگر را بسته کردن. بنابراین اگر شما بروین و که برای محکمه مراجعه بکنین که به ما وضعیت محکمه ما در کدام قرار است، به چی حالت است، به کجا رسیده، بگوین مکتوب را بگیرین که این شرط گوچ اداره است که باید از محکمه ورق را برای از اونا پیشکش بکنین و برای از اونا بیارین ابراز بکنین که به اساسی از او کملیک شما تمدید شود. بنابراین امو مکتوب را که شما از محکمه میخواین در محکمه نوشته میگنه که در این تاریخ محکمه استئناف از اینا به نهایی رسیده و نتیجهش اینی چیز است، یعنی به اتمام رسیده، دیگه بعد از این محکمهشان دوام کرده نمیتونه. ای که شما سوال کردین که اگر ما محکمه محکمه ثبت نام بکنیم، یعنی به محکمه عالی ترکیه ثبت بکنیم، بعد از او کملیک ما تمدید میشوه نمیشوه، تا جایی که من میفهمم که تا حال در جریان هستیم هیچ کسی را که محکمه استئنافش تمام شده باشه و به محکمه محکمه است، یعنی محکمه عالی ترکیه ثبت نام کرده باشه، کملیکشان را تمدید نکرده. وال هم شما اگر بخواین براین تمدید کنین، شرط اساسی است که باید اون مکتوبی را که از محکمه میگیرین، اون مکتوب را براین مراجعه بکنین، به شما اون مکتوبی وضعیت محکمه تان را مشخص کرده یک مکتوب براتون بده که باز بین راندوو بگیرین و براین برای تمدید کملیکتان. بنابراین این ورق را شما که بگیرین در اونجا مراجعه کنین، در اونجا نوشته میشه که محکمه استئنافتان به اتمام رسیده، بالاخره با اساس از او شما را کملیکتان تمدید نمیکنه و همچنان سیگورته شوهر شما هم به این اساس باز نمیشه. بنابراین ما خدمت شما پرگویی نشوه به سم شما برسانم که بعد از محکمه استئناف دیگه محکمه بالاتر را که شما بر مراجعه میکنین هم برای شما کملیکتان تمدید کردن نمیشوه، که قراره که تا حال که ما صحبت میکنیم تا همین حال که قاعده و قانون و طرز عمل اداره گوچ اداره همیست. به اساس ازی انشالله که سوال شما به سوال شما جواب پرداخته شد، انشالله که سوال شما جوابتان گرفته دانسته باشین. اگر خدمت دیگه ای باشد، سوال دیگه ای داشته باشین در ارتباط، پایان ویدیو بنویسین، ما خدمت شما انشالله از دست ما چی کی بیا انشالله که جوابتان را ارائه میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.